چته گفتم عبدالرزاق با چه؟ دخترکی نگیرین خونه پوشکه ورقی سفید قلم وقتی پنجرم شد محکم در سر سوالای با علم چی با برادرای ما شدیان کم یکدون کس نمیزنه زنگ بغیر والدین مادر فرزند اومدی من والله ای همشون کندمش فهمیدم وقتی که در دستم بد دوای دفاوری ریدن مردیگری شما را موقتی بچه دیدیم وقتی مدت درم به آونون دبیرم شما را غم نمیدوده که ما انسان میشیده هر نمون شکرانه الله نبود و نبود بعضی برادرها را ما شناختیم زود ما پشیمانیم لیک باز داریم سود گرد نوای ما آرامای یکی دگیردم دیدم یک گلپی تخمه میتونن شکنین دست پاما یکی نمیتونن بگیرن شما دخمه بقوت رنگی ضربه محمد علی ما بغیرت رنگی دزدای ساملی جراحتی وزنین یکی نمورتکی ما با امیدیم که ارزوم شبه. سلام علیکم برادرای عزیز. چند قشر میگم قیش ما یک چخ کنم کار و برون بسیار بود درس میخوام که شما 10 سوال بتین 10 سوالتون با من جواب بدم. همه خیلی میگن نمیگنم ما چی سوال برمده میگم می ترسی با می بروید اگر نه ما ترسیده نیستم. همه اکی برونه این نه خودم کو خودم کار میفرمومش کو. ای گلی خود رو ایمان بگو بهارم مادرم در غمی من بیقرار شب زنده دورم مادرم. خدا من شمارم نگهبان باشد. من تو صنف نهمی مکتب خوندگیم بعد از صنف نهم کالج صنعت در اومدیم. هم پیر شدیم بچم دیگه آهنو رسمی نفروش چوکر مشتم. السلام علیکم برادرایی که اینستاگرام دارن و در اینستاگرام بیزنس دارن و میخوان اینستاگرامشون رو با قوت کنن و پادپیچی‌هایش بود. برادر جانو درگیری گذشتمون ما با هر یک سرپرست ما 35,000 پادپیچ دادیم که این گفتنش به دهن نسون و در این گیوی نوبتی تصمیم گرفتیم که نرخ سرپرستی ارزان کردن 3 تا اوپل نمونیم برادر جانو و هر یک گودامی که در مو سرپرست میشه ما پلوس 30,000 پادپیچ که با او کفالت میدیم برادر جانو برای که ما باوری داریم ای اودیتوریمون و 3 تا اوپل بفروختن بلیت به یگان شوی موری توسط گنراتور با 3 سویب شما میتونیم برای اشتراک کردن برای کمون 4 46 46 18 زنگ بزنید و یا تلفن دیگر رو میمونیم پریموی زنگ بزنید سرپرست شوید و بیزنس اکانتتون رو با قوت کنید با پیش.